و حالا از خبر شروع میکنیم که ساعت پیش رسید به ضد 2 سرژانت نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای تحقیر 9 سرباز پرونده جنایی گشودند. دادستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون در اعلامیه گفت سرژانت خردمهردین اسماعیلوف و همراه او دولتف به نوشتن نام کانی بادام در سر سربازان و پهن کردن عکس آن متهمند. با آنها جریمه یا زندان تهدید میکند. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر و پهن شد که در سر 9 سرباز نام کانی بادام را نوشتند. به سر هر سرباز یک حرفی. دادستانی کل تاجیکستان میگوید این عکس حقیقی است و ماه ینور سال 2022 گرفته شده تنها ماه ایون امسال و پس از ختم خدمت سرژانت دولت رسانه شده است. در چند ماه آخر این مورد دومی به جوابگری کشیدن کهنه سربازان برای تحقیر نواسکران در قسم‌های حربی تاجیکستان است. قبلا یک گروه سربازان پیشین را برای لطوکوب هم خدمتانشان به زندان محکوم کرده بودند.